یه شب تابستونی اتفاق افتاد. من از اون آدماییم که دوست دارم با خودم خلوت کنم. حدود 1:30 صبح بود. رو ایوون خونم نشسته بودم و ستاره ها رو نگاه می کردم و از هوای خنک لذت می بردم. گوشیم صدا داد و چکش کردم. دختر خالم بود و پرسید داری چی کار می کنی؟ جوابشو ندادم چون نمیخواستم خلوتم به هم بخوره. روبروی خونم خونه همسایه‌مونه و تا نگاهمو از گوشیم برداشتم دیدم جلوی درختشون یه دختر کوچولو وایستاده. بهش میومد 8-9 سالی داشته باشه. موهاش حنایی رنگ بود و اونا رو دو طرفش بافته بود. یه لباس سفید با توپای قرمز تنش داشت که تا زانوش میرسید و پایینش هم تور سفید چین بود. کفشاش هم مشکی تق‌تقی بودن. تیپش عین دختر بچه‌ای بود که آماده شدن برن عروسی. خیلی معصوم و زیبا بود. 30 ثانیه‌ای بهش خیره شدم و اونم مستقیم به من نگاه میکرد. تکون نمیخورد. حتی یه ذره. بعد از پشت سرم صدای تق شنیدم. برام عجیب بود. چون من تنها زندگی میکنم. سرمو برگردوندم و دیدم چیزی اونجا نیست. حتی باد هم دیگه نمیومد. برگشتم دوباره به دختره نگاه کنم. اما رفته بود. یکم ترسیدم، برای همین برگشتم داخل. چند روز بعد میخواستم چند تا از چیزامو بذارم تو ایبی. یکیش یه عروسک قدیمی بود که وقتی بچه بودم باهاش بازی میکردم. چیزها رو روی میز کنار تختم گذاشتم تا در دسترسم باشن. دیگه میخواستم بخوابم که دیدم عروسک داره به من نگاه میکنه. یا لااقل به سمت تختم. منم مثل هر کس دیگه ای سرشو چرخوندم به سمت کمد. گردن این عروسک خیلی سفت بود. واسه همین میدونستم دیگه تکون نمیخوره. صبح روز بعد بیدار شدم و دیدم سرش درست به سمت منه. این بار حتی حس کردم که داره بهم زل میزنه. کلاً عروسک رو چرخوندم سمت دیوار و دیگه اتفاق عجیبی نیفتاد. اما کل اون روز همش یه حس ترسناک داشتم که یکی داره نگام میکنه. در نهایت دیگه کلافه شدم و نشستم رو تختم تا با هر چیزی که تو اتاقم بود حرف بزنم. حد زدم اون دختر بچه‌ای باشه که چند شب پیش دیده بودم، چون از بین اون همه خرت و پرت تو اتاقم اینو کشیده بودم بیرون. نشستم و گفتم سلام، آیا تو همون دختر بچه‌ای هستی که چند شب پیش دیدم؟ جوابی نیومد. موضوع عوض کردم و گفتم از عروسکم خوشت میاد؟ دوست داری نگهش دارم؟ واسه همین تکونش دادی؟ بازم جوابی نشنیدم. واسه همین یه کم دیگه تو سکوت نشستم، چون دیگه نمیدونستم چی بگم. بعد از حدود 5 دقیقه سکوت نگام افتاد به کمدم و دیدم لباسای تو کمدم تکون میخورن. گیج شده بودم چون تو اتاقم نه پنکه‌ای بود و نه کولری. دوباره حرف زدم و گفتم کار توئه؟ میخوای به داخل کمد نگاه کنم؟ بعد لباسا از حرکت وایسادن. همچنان سردرگم بودم. میخواستم پاشم برم کمدم و نگاه کنم که همون موقع حس کردم یکی انگشتشو زد به گردنم. یهو تمام بدنم مورمور شد. سری از تخت پریدم و دور و برم و نگاه کردم، اما چیزی اونجا نبود. خیلی ترسیده بودم. این یعنی هر چیزی بود داشت با من بازی میکرد یا میخواست اذیتم کنه. واسه همین با شجاعت بهش گفتم برو بیرون، جای تو دیگه اینجا نیست، برو. اون حس وحشتناکی که انگار یکی داشت نگام میکرد یهو از بین رفت. به هر حال از اتاقم زدم بیرون، چون نیاز داشتم دور و بر آدما باشم. بعد از اون اتفاق دیگه ای نیفتاد، ولی هر وقت یکی ازم میپرسه تا حالا تجربه پارانورمالی داشتی یا نه، این ماجرا اولین چیزیه که به ذهنم میرسه و امیدوارم آخریشم باشه.